تا حالا فکر کردی چند درصد از تصمیمایی که گرفتی واقعا تصمیمای خودت بودن؟ تو زندگی روزمره ما خیلی وقتا هست که احساس میکنیم نسبت به یه چیزی که داریم انجام میدیم کنترل کامل داریم. بعضی وقتا این احساس درسته، اما خیلی وقتا هم این احساس کاملا غلط و توهمه که به این توهم میگن توهم کنترل. یعنی احساس نادرستی که ما از تاثیرگذاری نسبت به یه چیزی که اطرافمون هست داریم و در صورتی که اختیاری نسبت بهش نداریم. این پدیده روانشناختی اولین بار توسط الن لانگر توصیف شد و توی حوزه‌های مختلفی وجود داره، مثل قمار. و در هر صورت تمایل به بزرگنمایی قدرت و کنترلمون روی یه چیزی که کاملا میتونه تصادفی باشه توهم کنترل نام داره. مثل کسی که توی بخت آزمایی شرکت میکنه و میگه چون عدد شانسمو انتخاب کردم حتما این بار میبرم. الن لانگر میاد یه آزمایشی طراحی میکنه و توی اون آزمایش به یه سری از آدما بلیت بخت آزمایی همینطوری میفروشه بدون اینکه هیچ حق انتخابی داشته باشن و به یه سریای دیگه حق انتخاب میده که هر بلیت بخت آزمایی که دوست دارن رو انتخاب کنن و بعد اونو میفروشه. و چیز جالبی که کشف میکنه اینه که کسایی که خودشون بلیت بخت آزماییشون رو انتخاب کردن حاضر نبودن به قیمت پایین بلیتشون رو به کسی بفروشن، اما اونایی که بلیت بخت آزمایی تصادفی به اونها فروخته شده بود و حق انتخاب نداشتن خیلی راحت تر میتونستن بلیتشون رو بفروشن و کسایی واسه بلیتشون ارزش بیشتری قائل بودن که خودشون اون رو انتخاب کردن. و بعد از این آزمایش الن لانگر به این نتیجه میرسه که کسایی که توی موقعیت‌های شانسی قرار دارن زمانی که به یه حق انتخاب میرسن یا یه مهارتی رو میتونن توی اون چیز شانسی استفاده کنن بیشتر احتمال داره که توهم کنترل بهشون دست بده. مثل همین که حق انتخاب داشته باشن یا بتونن با کسی رقابت کنن توی اون موقعیت شانسی یا با اون موقعیت آشنا باشن. دلیلش هم اینه که انسان بین موقعیت‌های مهارتی و موقعیت‌های شانسی دچار سردرگمی میشه و فکر میکنه که کنترل بیشتری روی اون موقعیت داره. دانیل کانمن نویسنده کتاب Thinking Fast and Slow میگه که دلیل توهم کنترل عملکرد سیستم یک ذهن. سیستم یک ذهن قسمتیه که سریع، شهودی و نادقیق تصمیم میگیره و سیستم یک ذهن دنبال روابط علت و معلولی میگرده حتی اگر این رابطه واقعا وجود نداشته باشه. مثل زمانی که شما توی یه شهر خیلی شلوغ داشتید راه میرفتید، یه روز طولانی داشتید و بعد که برمیگردید خونه میبینید کیف پولتون گم شده. بیشتر از این که به این فکر کنید که کیف پولتون رو گم کردید، به این فکر میکنید که حتما توی اون شلوغی یکی کیف پولتون رو ازتون دزدیده. این زمانیه که سیستم یک مغز داره روابط علت و معلولی میسازه. علت و معلولی اینطوری که شهر شلوغ بود پس حتما کیف پولم رو ازم دزدیدن. علت و محرک های توهم کنترل در کل میتونه 5 تا چیز باشه. راجع به سیستم یک ذهن که صحبت کردیم، دلیل دوم میتونه نیت و عمل نزدیک به هم باشه. مثل زمانی که میری کازینو و دستگاه اسلات رو میکشی، هرچند که این بازی کاملا شانسیه، اما وقتی برنده میشی فکر میکنی که به خاطر اینکه اون دستگیره رو کشیدی این برنده شدن نصیبت شده. دلیل سوم استرس و بی‌ثباتیه. زمانی که افراد توی یه موقعیت پرتنش قرار دارن نیاز بیشتری دارن به اینکه احساس کنترل کنن. دلیل چهارم ویژگی‌های شخصیتیه و دلیل پنجم سوگیری‌های خوشبینانه است. اینطوری که آدم‌ها تمایل دارن نسبت به آیندهشون خوشبین باشن و بگن که 100% در کنترلشونه. گاهی وقتا وقتی اتفاق بدی برامون میفته تو دلمون با خودمون میگیم حتما یه دلیلی داشته، یا وقتی یه نفر بهمون آسیب میزنه با خودمون میگیم حتما یه روزی دنیا جوابشو میده. ته دلمون حتی ناخودآگاه به یه عدالت کیهانی باور داریم که اسمشو هم میذاریم کارما خیلی وقتا. و خیلی وقتا همین فکر ساده باعث میشه که آیندهمون رو خیلی مثبت و خوب ببینیم. جالب اینجاست که بدونید این گرایش خودش یه توهم کنترله. به خاطر اینکه ما میخوایم باور کنیم که جهان منصفه. روانشناسایی مثل ملوین لرنر توی نظریه جهان عادل گفتن که انسان‌ها ذاتاً باور دارن که جهان منصفه. واسه همینم وقتی یه نفر رو میبینن که در حال رنج کشیدنه، قلباً میخوان باور کنن که اون آدم ذاتاً سزاوار این رنج بوده.
تا ساختار ذهنی ما از اون عدالت حفظ بشه. بنابراین باور ما به کارما یا عدالت کیهانی میتونه یه مکانیزم دفاعی باشه که ما توی این جهان بی ثبات یه ثبات و معنا پیدا کنیم. اما اگر زیاده روی کنیم میتونه باعث شه که مسئولیت پذیر نباشیم یا از اون طرف زیادی خودمون رو مقصر بدونیم واسه چیزایی که مقصرش نبودیم. یه سری شواهد تجربی وجود داره توی توهم کنترل، مثل زمانی که مردم توی قمار وقتی میخوان یه عدد بالاتر بیارن تاسو محکمتر پرت میکنن و وقتی میخوان عدد کمتری بیارن نرمتر تاسو پرت میکنن. یا زمانی که احساس میکنن آدما وقتی خودشون پشت فرمون نشستن احتمال اینکه تصادف کنن کمتره. یا زمانی هست که سوار آسانسور میشیم چندین بار دکمه آسانسور رو فشار میدیم فقط واسه اینکه احساس کنیم کنترل داریم روی اون آسانسور، در صورتی که یک بار هم کافیه. توهم کنترل یه نقطه مقابلی هم داره، دقیقاً برعکس توهم کنترل. مطالعاتی از دانشمندان نشون میدن که افراد افسرده دید واقع بینانه تری دارن از میزان کنترل خودشون. یا تو مثالهای پیشرفته ترش زمانی که یه سری آدم‌ها وقتی که توی شکنجه‌های خیلی زیادی قرار میگیرن حتی وقتی که راه فرار جلوی چشمشون هم هست دیگه نمیبیننش و احساس میکنن دیگه هیچ کنترلی از خودشون ندارن. توهم کنترل خطای شناختی پیچیده‌ایه که هم از سیستم ذهنی و روانی آدم نشأت میگیره هم توی جامعه و اجتماع تقویت میشه. این توهم درسته توی خیلی از موقعیت‌ها باعث انگیزه و امید بیشتر میشه، اما توی سری موقعیت‌های حساس مثل تصمیم گیری‌های مالی یا اجتماعی میتونه خیلی خطرناک باشه. حالا برای مقابله با این توهم کنترل باید چی کار کرد؟ باید از سیستم 2 ذهن استفاده کنیم. سیستم 2 ذهن سیستمیه که بیشتر کند و منطقی فکر میکنه. از بازخوردهای واقعی درس بگیریم و از بیرون به تصمیممون نگاه کنیم و بین مهارت واقعی و شانس تفاوت قائل باشیم و دائم از خودمون بپرسیم آیا واقعا کنترلی دارم یا فقط اینطوری حس میکنم. خیلی خوب، امیدوارم که از این قسمتم لذت برده باشید. تا یه قسمت دیگه، خدافظ.